سلام علیکم و رحمت الله دوستان و هموطنان. مهمان ما امروز برادر سیفالدین پالکونیک می باشد. مهمان ما سیفالدین توجیبایف مامورزاده، سال تولدش 1983 در ناحیه نو در حال حاضر سپیستمی می باشد. در ولایت سوخت تولد شده است. در این ناحیه مکتبی میانه را ختم کرده است و در پیش علمای دینی تعلیم اسلامی گرفته است. در حزب نهضت اسلامی فعالیت کرده، یک مدت در شعبه ناحیوی این حزب رئیسی کرده است. 11 سال پیش به جمهوری عربی سوریه هجرت کرده در جنگ‌های ضد حکومت جنایتکار بشار اسد اشتراک کرده است. در اول سال 2025 از طرف حکومت نوی سوریه به سیفالدین رتبه سرهنگ یا اینکه گوییم پالکونیک داده شد. سلام علیکم و رحمت الله برادر، خوش آمدید به برنامه ما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تشکر. خیلی برادران میخوان که شناسن که سیفالدین کی هست و سوال ها فرستادن. اول اینکه به جمهوری سوریه کی و به کدام منطقه آمدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، من به جمهوری عربی سوریه در ماه می 2013 به ولایت حلب آمدم. شهر حلب و اطراف شهر در زیر کنترل مجاهدین بود در همون وقتا. در حلب تا سال 2013 ماندم. بعد به ولایت ادلیب گذشتم. شما رو چی وادار کرد که به جنگ سوریه آمدید؟ کسی شما رو به اینجا فرستاد یا با خواهش خودتان آمدید؟ البته با خواهش خودم آمدم. وقتی که سال 2011 در بعضی دولت‌های عربی تظاهرات بهار عربی سر شد، در مصر، لیبی، تونس، در سوریه هم تظاهرات ضد حکومت ظلمی بشار اسد سر شده بود. ولی در سوریه از دیگر دولت‌ها فرق می‌کرد. برای اینکه حکومت سوریه، تمام مقامات‌های قدرتی سوریه و تمام مؤسسه‌ها در دست یک خانواده بود، در دست عائله اسدی‌ها بود و 60 سال حکومت را حزب بعث اشتراکی، یعنی زیاده از 50 سال حکومت در دست عائله اسدی‌ها بود و تمام مقامات‌های قدرتی و مؤسسه‌های امنیت و دیگر مقامات‌های حکومتی در دست نصیری‌ها و علوی‌ها بود. وقتی که مردم عادی از حکومت حق خودشان را طلب می‌کردند، اصلاحات طلب می‌کردند، به جای اینکه حکومت اصلاحات کنند، طلبات مردم را اجابت کنند، مردم را با تیر و سلاح پیشواز گرفتند و بسیار ظلم ها را کردند و به حق مردم عادی تجاوزات را کردند و مردم را میکشتند، زندانی میکردند و محاصره میکردند. وقتی که در سوریه جنگ شهروندی سر شد، مردم اهل سنت سوریه به تمام خلق‌های عرب و تمام مسلمانان دنیا مراجعت کرده، کمک پرسیده، طلب کردند که به سوریه آمده به مردم مسلمان ضد حکومت ظلمی بشار اسد کمک کنند. بعد از این حالت‌ها بسیار علماهای معتبر در سوریه و در تمام دنیا فتواها برآوردند که کمک کردن به مردم سوریه واجب است و جنگ کردن به ضد حکومت ظلمی بشار اسد یعنی جهاد فرض عین است و کسی که در این جنگ کشته شود شهید می شود. فتوا برآوردند. این بود سبب اساسی آمدن من به سوریه. و سبب دیگری هم بود که زمین های سوریه در اسلام در نزد مسلمان ها یک زمین مقدس، یک زمین مبارک حساب می شود. درباره این آیات ها هست در قرآن کریم و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند اذا فسد اهل الشام فلا خیر فیکم، اگر اهل شام فساد شود در شما خیر نمی باشد.
با یک حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند انکم ستجدون اجنادا جندا بالشام و جندا بالعراق و جندا بالیمن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما با زودی سربازان را می‌یابید. در شام سربازان میشوند، در عراق سربازان میشوند و در یمن سربازان میشوند. و صحابه پرسیدند که خیر لی یا رسول الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که علیک بالشام، یعنی برای ما اختیار کنید ای رسول الله. گفته پرسیدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که برای تو شام را انتخاب میکنم. و این هم یک سبب آمدن من بود به سوریه. خیلی خوب. با سوریه که در آمدید با کدام جماعت ها کار کردید و با جماعت توحید و جهاد کی داخل شدید؟ وقتی که به سوریه آمدم به کتیبه مهاجرین و الانصار داخل شدم و در همون کتیبه معسکر گذاشتم. 3 ماه در همون کتیبه فعالیت کردم. بعد از 3 ماه با برادرانی که از آسیای مرکزی بودند یک جایه از این جماعت برآمده یک جایه با برادران جماعت توحید و جهاد را تشکیل کردیم و تا حاضر در همین جماعت در فعالیت هستیم. چند سالی که در سوریه هستید چه ظلم و کشتارها بر ضد مردم سوریه از طرف رژیم مجرم بشار اسد مشاهده کردید؟ رژیم بشار اسد بر ضد مردم عادی ارتش سوریه را استفاده میکرد. بسیار نمود سلاح ها را برای کشتن مردم سوریه استفاده میکرد. افسوس که بسیار ظلم و کشتارها را دیدیم. افسوس که بسیار کشتارهای بی‌رحمانه را بر ضد مردم مسلمان سوریه مشاهده کردیم. از هواپیماها بمب‌ها را می‌پرتافتند، از چرخبال‌ها برمیل‌های ترکنده را از بالای مردم عادی به جای‌های استقامت کننده به بازارها می‌پرتافتند. مردم را از زن و کودک و از پیرانسالان جدا نمی‌کردند. هر روز این حالت‌ها تکرار می‌شد. هر روز صدها نفر، بعضی وقتا هزارها نفر مسلمانان کشته می‌شدند. سلاح‌هایی که از طرف دولت‌ها ممنوع بود همش را بر ضد مردم عادی استفاده می‌برد. و بعضی وقتا سلاح‌های کیمیایی هم استفاده می‌کردند. مثلا در غرته شرقیه بمب کیمیایی پرتافتند. در یک شب زیاده از 1500 نفر از اهالی غرته شرقیه شهید شد. بعد در خان شیخون هم یک بمب کیمیایی پرتافتند. زیاده از 500 نفر از اهالی همون منطقه کشته شد. غیر از این در زندان‌ها صدها هزار نفر از مردم مظلوم سوریه زندانی بودند. با آنها تمام نمود عذاب را استفاده میکرد و میکشتند. در خود زندان‌های رژیم اسد در مابین 13 سال زیاده از 150,000 از مردم عادی کشته شد. و زیاده به این رژیم جنایتکار بشار اسد در بعضی مناطق بعضی دیه و شهرها را تماما محاصره کرده بود و مردم اون منطقه ها یگان یاردم انسانی، خورد و خوراک، دارو درمان یگان چیز نمی درآمد، منع کرده بود. مردم اون منطقه ها از یک طرف از بمب های بشار اسد کشته می شدند، از طرف دیگر از گرسنگی و از بیماری می مردند. و می پرسند که در کدام دانشکده ها تحصیل کردید؟ تحصیل حربی، دینی یا سیاسی و چطور به این رتبه پالکونیک رسیدید؟ من از سال 2015 تا سال 2017 در معهد شرعی امام شافعی در شهر ادلب خواندم و در سال 2019 اکادمی عسکری در نزد هیئت تحریر شام خواندم و در سال 2021
در فاکولته حربی در نزد حکومت انقاذ سوریه ختم کرده رتبه ضابطی را گرفتم و بعد از فتح‌های آخر رتبه پلکانیکی را دادم. وقتی که رتبه سرهنگی گرفتید چی احساس کردید و کی کسی اول خبر داد به شما؟ البته احساس خرسندی اساسی ما خلاص شدن این مردم از رژیم ظلمی بشار اسد شد و از آزاد شدن برادران و خواهران ما از زندان‌های بشار اسد شد. پیش از نشر شدن این خبر یک 2 روز پیش در قصر پرزیدنتی در شهر دمشق با رئیس احمد شرع جلسه داشتیم و در همون جلسه از این رتبه خبردار شدیم. ولی این رتبه را نه فقط ثمره کاری خودم میدانم بلکه ثمره خدمت‌های تمام مجاهدین لوا میدانم. احساس من بعد از گرفتن این رتبه احساس مسئولیت شد، مسئولیت در پیش دین الله و مسئولیت در پیش امت اسلام شد. الله سبحانه و تعالی همه ما را به دین اسلام به امت اسلام خدمت کردن را نصیب گرداند. خبری از تلگرام به زبان روسی آمد که گویا شما سالهای آخر به افغانستان سفر داشته با پلکان گلمراد حلیموف صحبت داشتید. آیا این حقیقت دارد؟ نمیدانم گلمراد حلیموف به افغانستان رفته است یا نه، ولی انیق من نرفتم به افغانستان، یگان بار در افغانستان نبودم. ولی یک چیز را میدانم که گلمراد در صف جماعت داعش بود. جماعت داعش در مناطق شرقی سوریه وجود داشت و نه این جماعت نه افرادش با ما یگان علاقه و یگان ارتباط نداشت. در تاجیکستان چند سال اعضای حزب نهضت بودید و در کدام مسئولیت ها فعالیت کردید؟ بله، به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2001 در سن 18 سالگیم اعضا شدم. از سال 2005 تا سال 2009 در مسئولیت ارشاد و تبلیغ در قسم ارشاد و تبلیغ در شعبه ناحیوی فعالیت کردم و از سال 2009 تا سال 2010 رئیس شعبه حزبی در ناحیه فعالیت کردم. در ناحیه فعالیت های حزبی را میکردیم، در جلسه های ولایتی و در انجمن های جمهوریوی اشتراک میکردیم و در معرکه های سیاسی مثل انتخابات پارلمانی، انتخابات پرزیدنتی شرکت میکردیم و از مسئولیت شعبه حزبی در سال 2012 استعفا داده از تاجیکستان هجرت کردم. در بعض خبرها میرسانند که گویا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شما را به سوریه فرستاد. آیا این حقیقت دارد؟ هجرت من به جمهوری عربی سوریه تصمیم شخصی خودم بود. در هجرت من حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ریاست این حزب و رئیس این حزب استاد محی‌الدین کبیری یگان ربطی نداشت. این گپ ها 100% بافته های بی اساس و دروغ است. دوستان و هموطنان، صحبت اول ما با برادر سیفالدین به پایان رسید. ابونه شوید، پیگیری کنید. انشاءالله در آینده در جنگ های سوریه چطور تیاری دیدن و چطور آزاد شد، چطور به آزادی رسیدن صحبت خواهیم کرد. با ما باشید برادران.